محبوب دل کسی بودن و فهمیده شدن بالاترین شادی هاست. این نقل قول از کتاب زنبق دره انتخاب شده، از نویسنده معروف فرانسوی که گویا خودش هم محبوب دل زنای زیادی هم بوده. بالزاک نویسنده مشهور فرانسویه که اگه به کتاب و کتابخونی علاقه داشته باشین حتما اسمش به گوشتون خورده. اون پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی توی ادبیاته و معروفترین اثر اون کتاب کمدی انسانیه که مجموعه عظیم از داستان‌های کوتاه و رمانه و مشاهدات عمیق بالزاک از زندگی و رفتار انسان توی شخصیت‌ها و موقعیت‌های پیچیده‌ای که از پس‌زمینه‌های گوناگون توی یه داستان واحد گرد هم اومدن رو میتونیم ببینیم. کتاب کمدی انسانی شامل حدود 90 تا رمان به هم پیوسته است و حدود 2472 تا شخصیت نامگذاری شده داره و 566 تا هم شخصیت بینام رو معرفی میکنه. اگرچه که آنور دو بالزاک بیشتر به عنوان یه رمان نویس شناخته میشه، اما اون همچنین ویراستار، نمایشنامه نویس، مقاله نویس، داستان کوتاه و رمان نویس هم بوده. اون یکی از خلاق‌ترین و سازنده‌ترین نویسنده‌های قرن 19 به شمار میره. البته لازم به ذکره که بالزاک قبل از انتشار اولین رمان موفقش شوانها در سال 1829 یک کارمند وکیل، یک نمایشنامه نویس ناموفق، نویسنده صرفاً برای امرار معاش و یک چاپگر شکست خورده بود. برای ارتقای جایگاه خودش توی جامعه اون زمان پاریس، اون نشونی از خانواده رو به خودش اختصاص داد و یه خانواده جعلی از اشراف‌های فرانسه برای خودش ساخت. اشراف باستانی فرانسوی که اون هیچ جوره به اونا تعلق نداشت. بالزاک به خاطر عادت‌های کاری غیر عادی شناخته میشه. اصلا شخصیتش اینطوریه. دوست داشت همیشه شام زود بخوره، تا حدود نیمه شب بخوابه، بیدار شه، لباس راهبا رو بپوشه و بقیه روزو با کمک کافئین بنویسه. یه بار بالزاک گفته بود که من 15 ساعت در روز رو فقط می نوشتم بدون اینکه چیزی بخورم یا بنوشم، البته به جز قهوه. آنور دو بالزاک در تاریخ 20 می 1799 توی شهر تور کشور فرانسه به دنیا میاد. بالزاک در 8 سالگی به مدرسه شبانه روزی میره، اما سال 1813 که 14 سالش بوده مدرسه رو ترک میکنه. سال بعدش هم به همراه خانواده راهی پاریس میشن. سال 1819 توی رشته حقوق مدرکش رو میگیره، اما از اونجایی که ادبیات رو بیشتر دوست داشته به رغم خواست خانواده‌اش میره و تحصیلاتش رو توی ادبیات ادامه میده. در ابتدای راه این نویسنده پیشوای مکتب واقع گرایی که یه جنبشیه که در واقع واکنشی به ایدئالیسم و رمانتیسم اون زمانه و نویسنده های این سبک تلاش میکنن تا چیزها رو همونجوری که واقعا هست بیان کنن بدون توصیفات اغراق‌آمیز شده و اتفاقات رمانتیک. در ابتدای راه این نویسنده تحت تاثیر والتر اسکات قرار میگیره و شروع میکنه به نوشتن رمان‌های تاریخی و یه سری رمان‌هایی که بالزاک بعدها خودش از این رمان‌ها به عنوان مزخرفات ادبی یاد میکنه. قبل از اینکه بریم وارد رابطه‌های بالزاک بشیم، یکم به سبک ادبی این نویسنده بیشتر بپردازیم. همونطوری که گفتیم، بالزاک پیشوای مکتب واقع گرایی بوده. آثار بالزاک یه جور آینه از جامعه فرانسه روزگار خودشه. اون در واقع میاد از افراد هر طبقه اجتماعی، از اشراف‌زاده‌های فرهیخته بگیر تا دهقانای عامی توی کمدی‌های انسانی خودش جا میده. از کمدی انسانی منظورمون همون عنوانیه که بالزاک به مجموعه رمان‌های دنباله‌دار و داستان‌های منتشر شدهش توی حد فاصله 1830 تا 1856 داده. بهره‌گیری بالزاک از شگرد ایجاد پیوند بین شخصیت‌ها و تکرار نوشته‌های بالزاک روی خیلی از نویسنده‌های مشهور جهان، از جمله رمان‌نویسایی مثل امیل زولا، چارلز دیکنز، مارسل پروست، گوستاو فلوبر و هنری جیمز و فیلمسازایی مثل فرانسوا توروفو و ژاک ریو تأثیر گذاشته. اولین اثر قابل توجه بالزاک روانشناسی ازدواج بوده که سال 1829 انتشار پیدا کرد.
بعد نوشتن چند تا رمان عامه پسند و فکاهی و تلاش‌های زیاد برای کسب درآمد از عرصه چاپ و نشر که به بدهی سنگینی براش تبدیل شد، انتشار رمان چرم ساغری سال 1831 شهرت بیشتری رو براش به ارمغان میاره. بالزاک بعد از اون بیشتر شبانه روز رو به نوشتن میپردازه و با توجه به اقبالی که آثارش اون زمان پیدا کرده بودن و خوشبوشی و خوشگفتاری خودش، مهمان خوشامدهای سالهای پاریس از جمله سالن دوشس دابرانس شد و رمان زنان رها شده رو به این زن تقدیم میکنه. خیلی خوب، بریم سراغ زندگی شخصی بالزاک. تو همون دورانی که تازه شروع به نوشتن میکنه با یه زنی به اسم لور دو بورنی آشنا میشه. این زن بیش از 20 سال از بالزاک بزرگتر بوده و یه جورایی توی زندگی بالزاک هم نقش مادرش رو ایفا میکنه و هم نقش معشوقش رو. این خانم از بالزاک حمایت‌های مادی و معنوی زیادی رو میکنه و محبتی که بالزاک در دوران کودکی ازش محروم بوده رو براش به همراه میاره. بالزاک در طول زندگیش با زنای متعددی رابطه‌های عاشقانه برقرار کرده و تقریباً هم میشه گفت که همه این زنها الهام بخش شخصیت‌های مؤنث رمان‌های بالزاک شدن. مثلا همین لور دو بورنی که بیشتر بهش اشاره کردیم به شخصیت مادام دو موروسوف توی رمان زنبق دره تبدیل شد. دوشس دوکستری به دوشس دولانژه توی اثری به همین نام، کارولین موبوتی به دینا دو بودره توی رمان الهه ناحیه و کنت ژیدوبونی ویسکونتی به لیدی دادلی توی رمان زنبق دره اشاره داره. بالزاک از رابطه‌اش با مری دوفرنه صاحب دختری به نام مری کارولین میشه و از بین زنانی که دلبستشون شد با کنت اولین هانسکا، همسر اشرافزاده لهستانی که املاک وسیعی هم توی روسیه داشت، رابطه افلاطونی و مکاتبه 17 ساله برقرار میکنه. این مکاتبات 17 ساله طولانی و عجیب غریب و این نامه ها تحت عنوان نامه به بیگانه انتشار پیدا کرده. هرچند که کنت هانسکا بعد از مرگ شوهرش سال 1841 از ازدواج با بالزاک سرباز میزنه، اما سال 1850 زمانی که بالزاک سخت بیمار بوده به ازدواج با اون رضایت میده. چند ماه بعد هم بالزاک در تاریخ 18 اوت توی پاریس زمانی که 51 سال داشته درگذشته و فقط چند ماه از ازدواجش با زن مورد علاقش و معشوقه افلاطونیش میگذشته که توی قبرستان پرلاش هم به خاک سپرده شده. ویکتور هوگو توی مراسم ختم بالزاک اینطور گفته که امروز شاهد جمعیتی هستیم که برای درگذشت مرد استعدادها سیاه پوشیدن، ملتی که برای از دست دادن مرد نبوغ عزاداری می کنند. از مهمترین آثار اون میتونیم به آرزوهای برباد رفته، شوانها، گوبسک رباخار، چرم ساغری، شاهکار گمنام، سرهنگ شابر، اوژنی گرانده، عشق کیمیاگر، مادام دولاشانتری و آثار زیاد دیگه اشاره کنیم. آثار بالزاک همه آینه‌ای از جامعه فرانسه روزگار خودشه. اون همه جور افرادی رو توی رمان‌هاش جا داده و جنبه‌های گوناگون شخصیتی اونها رو به نمایش میذاره، از اشراف تا دهقانان. رئالیسم اوریان و بدبینیش باعث شد که در نهایت همونطور که اشاره کردیم جنبش نشرالیسم توی ادبیات فرانسه راه بندازه. این مفهوم شاید به نظرتون چیز کلیشه‌ای بیاد، اما باید به این نکته اشاره کنم که رمان‌های بالزاک ابداً هیچ موقع رنگ کلیشه به خودش نگرفته. کلیشه اون زمانیه که نویسنده بدون گذر از دریچه‌های فکری مخاطب دست به عملی بزنه که برای مخاطب خودش از قبل قابل حدس بوده باشه، در حالی که بالزاک هیچ وقت این کار رو نمی کرد. بالزاک با مخاطب در واقع همراهی میکنه. بالزاک خودش رو جای مخاطب میذاره. اگه مخاطب در برابر شخصیتی واکنش‌های متفاوتی داره، بالزاک اونا رو سنجیده از قبل و از دروازه‌های مختلف وارد ذهن یک مخاطب شده
چون که خود بالزاک به نوعی بخشی از مخاطب داستانهای خودشه. یکی دیگه از رمان‌های بالزاک رمان بابا گوریو هست که اون هم به نوعی شاهکار اونه توی این رمان. اون توی این رمان به چندین عامل اشاره میکنه که توی حفظ کرامت انسانی و مفهوم مهر توی کارهاش به شدت تاثیرگذار بوده. بابا گوریو داستان پدریه که دخترایی داره و این دخترها رو از جان خودش هم بیشتر دوست داره. دست تقدیر گوریو رو توی یه شرایطی قرار میده که مجبوره برای رضای دختراش و اینکه اونها تا اعماق وجودشون احساس خوشبختی کنن دست به هر کاری بزنه. اگه بخوایم بابا گوریو رو خلاصه ای از تمام اندیشه های بالزاک بدونیم خیلی هم اشتباه فکر نکردیم. بابا گوریو به همه جای ذهن بالزاک سرک کشیده و خود اون هم بارها قبل از نوشتن این کتاب گفته که قصد داره یه شاهکاری بنویسه و الحق هم که شاهکاری گرانسنگ در ادبیات جهان به رشته تحریر درآورده. اون توی این رمان مسائل اساسی و بنیادی مثل مهر و ارزش خانواده رو بیان کرده که نه تنها برای جامعه خودش بلکه برای همه جهانیان مفاهیم با ارزشیه، مخصوصاً که بالزاک همیشه نیاز به خانواده خوب و صمیمی رو عمیقاً احساس کرده. بالزاک به عنوان ناظر جامعه، اخلاق و روانشناسی انسان امروزه هم همچنان برای خواننده‌ها جذابه. رمان‌های اون همیشه در حال چاپ باقی مونده. رئالیسم زنده و هدایای دایرةالمعارفی اون به عنوان ضبط کننده اتفاقات عصر خودش به طراحی و کیفیت ناسازگار بعضی از آثار اولیه اون یه جورایی میچربه. کاراکترهایی که اون درباره اونها نوشته دارای یه عنصر کاملا واقع گرایانه و قابل احساس بودن. اونها نه مردمان فوق قهرمانی بودن و نه کاملا شیطانی. اونها نماینده مردم روزمره و اتفاقات عصر خودشون بودن. شخصیت‌های اون همچنین از مجموعه‌ای از دولت‌ها و طبقات اجتماعی اومده بود. توصیف دقیق اون از محل داستان خواننده رو به دام انداخت تا داستان تا حد امکان واقعی به نظر برسه. آنور دو بالزاک چه در طول زندگیش و چه حالا توی این عصر تحسین کننده های زیادی داشته و ما هم به شما پیشنهاد میکنیم که حتما کتابی از اونو توی لیست خریداتون اضافه کنید و چشاتون رو ببندید و خودتون رو توی جامعه و دنیای بالزاک تصور کنید که یقینا با لحنی که بالزاک داره و توری که توی کتاباش برای شما پهن میکنه از واقع گرایی اون چنان کار سختی نیست.